سلاخیتون میکنم دلخراش. سلام، من سانازم. به کانال یوتیوب سانی ریاکت خیلی خوش اومدید. همین الان کانال رو سابسکرایب کن، زنگوله کنارش رو بزن که گمم نکنی. یه سوال پرسیدم واسه حرفات. بچه‌ها واسه پول به نظرت اومده بودن؟ چی؟ بچه‌ها واسه پول اومده بودن به نظرت؟ 100%. به نظر من واسه پول اومده بودم. تو رو میرسیم در من دوست ندارم اسپویل کنم چیزیو. نه، تو به نظر من واسه پول اومده بودم. یه جاهای آره. نه مطمئنی؟ یه جاهای آره. تو دیدی من با خودم چی آورده بودم، چی بهشون گفتم قضیه؟ تو زندگی من دیدی؟ ببین نه، من زندگی تو رو ندیدم. من با هیچ کدومتون هم آشنایی نداشتم. بچه جاویدم خیلی بانمکه. ببین حتی تا شلوار کوتاهی که وارد برنامه شده بود و میومد تو استوریا تند و نسخایی میکرد. انقدرم که رابطش با نازنین فیک بود و همه اومدن گفتن که به خاطر پول داری این رفتارا رو میکنی. کلی استوری گذاشت از جایی که داره کار میکنه که چند طبقه فروشگاه و چرم و داستانای لاکچری و پولداری و اینا. من اصلا برای پول نیومدم تو اون برنامه. یعنی بدبخت همینجوری داره خودش رو توجیه میکنه. بعد اینجا هم داره میگه تو دیدی من با خودم چی آوردم، کفشم، لباسام، ساعتام. ببین من پولدارم، من خارجی حرف میزنم وسط حرفام. پوز نیست، سبک زندگیمه. بعدش هم که بچه اومده این استوریه رو گذاشته که کلا از اومدن توی این برنامه پشیمونه. من از خودم شرمندم که اصلا توی تیوی شو شرکت کردم. احتمالاً اصلا جای بنده نبود. بازم عذر میخوام. از نظر روحی حال مساعدی برای ادامه ندارم. برای همتون خیر و برکت آرزو میکنم. مرد قوی باش، اصلا کسی به تو کاری نداره. تو تاش دو تا نازنین اینجوری بهت کرده، تو هم خیلی با شخصیت و جنتلمن مراقبش بودی و هواشو داشت. ترس نترس، بمون برگرد. ولی اینی که من از یه کشور دیگه بیام توی برنامه، اون برنامه به ما قول داده بود که باگای من توی ویدیو میگم، توی قسمت اول میگم نه پر وسط، نه پر وسط حرفم جاوید، نه لطفا نه پر وسط حرفم، نه پر وسط حرفم. گوش کن بعد به همه اونا میرسیم. گوش کن. چی میگه کفشامو دیدی؟ از یه کشور دیگه اومدم. من انتظار دارم که این فصل 2 عشق ابدی باگاهای برنامه فصل قبل گرفته باشه. اینقدر حضور شما توی این برنامه مهم بوده، بهت اصرار کردم، گفتی من در صورتی میام که باگ‌های فصل قبلی حل شده باشه. البته حق داشتن و ببین یه تنه کارو چند نفر رو انجام دادی. ماهروخ و تناز و شاهیز و دوکی از قلم انداختیم. قشنگ یه تیر و چند نشونی. تیم کشی، این یار کشی، این که خب معلومه منم با رفیقام بلندشم بیام کف برنامه یه پسر غریبه یه دختر غریبه بیاد بین ما، میترکونیمش تو هم دیگه. مگه آقا داریم برای چی آیدا پویان مثلا با رفیقاش باید بلندش بیاد؟ پسر کوتاه بیا. آدم نرمال با دوست و رفیقاش هم که باشه نمیاد بقیه رو بترکونه. چقدر افکار مریضی داری تو تا دخترا پشتن گفتن دست نزن. اونم که پسرا همه هوا تو داشتن. جاوید اومد با تو گریه کرد. البته که مهیار جان فکر کنم شما برنامه رو اشتباه اومده بودی یا با اون همه لمسای بیمورد و نزدیکیای چندشاور و افکار چندشترت که می‌خواستی اونجا دختر رو سیغه کنی که راحت‌تر بتونی تش. بعد میرفتی تو رخشورخونه. اگه داستان رخشورخونه رو نمیدونید من این ویدیو رو برید نگاه کنید، لینکش هم براتون تو کپشن میذارم. سیر تو هم نبوده، برنامه رو اشتباه اومده بودی. شما بعد با دوکی قلابی لینک میشدی، ایشون هم ظاهرا کلی کانالای صیغه یابی داشتن، با هم دیگه خوش و خرم به کارتون ادامه میدادین. از گرفته رو یلدا ولم نمیکنه. ملکه اثرت هم زیادی. بابا کدوم ملکه؟ من ملکه میره تو کاباره میرقصه، تو الان صدام در نیومده. ایشون خودش رو معرفی کرده به عنوان دنسر بین‌المللی، چه میدونم آژانس کاستینگ مدلینگ داره، فلان داره، بیسار داره. ایشون تو یه کاباره میره میرقصه، دلار میریزن روش، میکنن تو سینه‌اش. این حرفا کدومه؟ من میتونم برم خود لایو باز کنی؟ زشت هستن راجع به یه آدم. چرا زشته؟ یه نفره یارو دنسر. چرا زشته؟ چرا آدم بخواد بابت مردم رو سر کار بذاره، دروغ بگه، با احساسات پسر مردم بازی کنه؟ مگه من احساساتم از سر راه آوردم؟ مگه من شخصیتم از سر راه آوردم که یه دختری بخواد بیاد به من دروغ بگه، وقت منو بگیره تو اون برنامه، بعد الان به من هزار تا انگ بچسبونه؟ تو اصلا نداری، تو اصلا نه شخصیت داری، نه احساس داری، نه شعور داری که از سر راه آورده باشه. اصلا نگرانش نباش. آدم چیزی رو که نداره از دست نمیده. چطور انقدر بی‌ناموس و سنسیتیو شدیم که بتونیم فقط برای دیده شدن هر انگی رو به یه دختر بزنیم، به آدمای گذشته اون آدم پیام بدیم و بگیم بیا بابا تیم شو؟ فقط به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خودمون رو گنده کنیم؟ به پیام داده به طرف گفته بیا تیم شو تا من آبروی این آدمو ببرم و ازش فیلم خصوصی پخش کنم. توی برنامه تو شما اومدی با یلدا رفتی تو رابطه و هزار تا داستان بینتون بوده. تو چقدر بی‌غیرتی ناموسن رابطه جنسی تو میای به من میگه معیار چی رفته اومده به من اینجوری میکنه علی بیا من بریم توی تیم. خب من فیلمای سکسی از فلانی دارم، فلانی یلدا میگم. گفتم تو چقدر بی‌غیرتی پسر، تو چقدر بی‌غیرتی. سایه علی ولیزاردی براتون میذارم کف ایکس بلو. یلدا اون مشلوقات ببینم بعد این داستان طرفداری براشون میمونه که اینجوری مردمو بازی دادن، با احساسات مردم بازی کردن، فکر کردن زرنگن.
من میشم کارمای همه اونایی که تو بهشون بد کردی. خالق مشروع. آخه این چه شخصیت کثیفیه که تو داری؟ میخوای بیای عکس و فیلمای خصوصیشو پخش بکنی، بعد با افتخارم داری دادار دودور میکنی توی اینستا؟ خجالت نمیکشی؟ بچه به خدا اینا زن ستیزی نیست به نظر من، اینا مرد ستیزیه. آبرو هرچی مرد اینا دارن میبرن. خود شیرازی‌ها اومدن اعلام کردن ما اینو گردن نمیگیریم. یعنی سر تناز و شاهین براتون درس عبرت نشد؟ فکر کردین اگه هیت بگیرید، هی از این حرکات انجام بدین و منفور بشین میایین بالا، بعد مردم یادشون میره شما اون تعداد فالوورا میمونه، با اون زندگیتون رو میترکونید و کلی پول در میارید. بعد جالبه که از اول برنامه هم گردن نگرفت که از ایران اومده. توی برنامه هرچی ازش میپرسن میگه دبی و ترکیه و مسکو. یعنی عین تناز اینقدر مطمئن بوده که کلی پول در میاره دیگه، ایران هم بر نمیگرده، اونجا برای خودش لوکس زندگی میکنه. شما توی بطن ورودی بچه‌ها که ما وارد شدیم، من از ایران اومده بودم، آقا جاوید از استانبول بود و 5 تا دخترها از استانبول بودن و از 5 تا دخترها جاوید 3 تاشون دوستشون بوده. آیدا پویان، روژان و یکی دیگه‌اش کی بوده؟ نه، یلدا به گفته خودش دوست 8 ساله ایشون بوده. الان سکته میکنی؟ حالا آشنا بوده که بوده. ایشون میدونسته که توی رابطه است. جاوید تو با من بازی کردی اونجا. به علی قسم اگه من میدونستم. اینو من الان دارم بهت میگم، من به وقتش نامردیایی که در حقم شده رو جواب میدم که یلدا با علی توی رابطه بوده و دیشب علی گردن گرفته. ما یه تایمی با یلدا بودیم، ولی من مدرک میارم براتون که اونا توی اون تایم با هم دیگه توی ارتباط بودن. مگه تو یلدا وارد رابطه احساسی شدین که با احساساتت بازی شده؟ لعنتی، اصلا هیچکی تو رو گردن نگرفت. سلاخیتون میکنم دلخراش. ببین یهو برگشت، دیدی سوسک میبینی چجوری چندشت میشه؟ همینجوری من از این پسر چندشم میشه. چه برادر رو یادتونه دشمن فرضی داشتن، با دشمن فرضی میجنگیدن؟ الان اینا اصلا تو زندگی ما وجود ندارن، ولی ما تو مغزمون همش با اینا دعوا داریم و حالمون رو خراب میکنن. کسی که از خالق مشلوقات میره بالا برای من 2000 ارزش نداره، حتی اگه ادعای رفاقت کنه. خب شما باید ستون بذارید فعلا، برید به گندتون بگین میاد چون گندتون رو دارم خراب میکنم. بابا شما یه مش پلشی هستید، فقط یه مش پلش که دستتون رو رو میکنم. حال میشه شوشی کرد داره یک بلایی به سرت بیارم سرگی که نفهمی گی بودی یا سرجی. یعنی این تلاشی که مهیار برای منفور شدن داره میکنه و اون سرعتی که پیش گرفته واقعا ستودنیه. اگه هدف تیم بوده موفق شدی. چقدر خوشحال، اصلا براش مهم نیستش که محبوبه یا منفوره، همین که دیده شده داره راجبش حرف زده میشه خوشحاله. چقدر باید بدبخت باشم که آقای قبل تو میخواد منو رنده کنه. ببین من چقدر میتونم بدبخت باشم. آخه تو دوزاری که میگی 1.80 قدمه، قد تا اینجای منه، چطوری اگه تو 1.80 که من 2 متر 10 سانتم پس گوزو. این فوش آخریار دلم نخواست سانسور کنم چون به جونم چسبید، خیلی بهش میومد. بچه‌ها فکر کنم 1-2 تا ویدیوی دیگه شروع کنم منم از این فوشا بدم. اگه میبینید این آقا بعد این همه گوهایی که زده، همه باش خوبیم، یاشار باش خوبه، من باش خوبم، جاوید، احسان، این نیستی که ازش دفاع کنیم. این آقا اینقدر خایمال بود، اینقدر میمد بالا، شما داداشیامید، شما رفیقامید. خب ما هم میگفتیم خب باشه دیگه آقا پسر دیگه، ما هم دوست نداشتیم یارو مثلا آیندهشو خراب کنیم، باش میگفتیم میخندیدیم، مثلا دوست داشتیم هواشو داشته باشیم. ولی این آقا اینقدر خایمال بود که ما میگفتیم آقا این آقا خودش داره خودشو میزنه. خب ما هم دوباره ما هم یه چک بزنیمش، خب این نامرد خود بچه‌ها رو انداخته بوده تو رو درواسی، هیچ کی نمیتونست بهش چی بگه. یا وقتی به موقع نزدین تو دهنش، اینجا میاد بر خودتون شاخ میشه. سرگی گی پیه. حداقل من خودمو نشون دادم که تمایلم به جنس مخالفه، ولی تو بعد تمایلات تو حواست نبود نشون دادی. یا ببین کاش تو هم تمایلاتتو نشون نمیدادی، یعنی یه جوری تمایلاتتو نشون دادی که گربه ماده تو اون ویلا نمون. من میگم گربه‌های این فصل عوض شدن، اون سیاه اینا همه نره، اصلا گربه ماده جرئت نمیکرده وارد ویلا بشه. حاجی تو اصلا به من جوره نمیخوری، تو داری خایمالی کسی رو میکنی که من دارم پس و پیش اون طرفو میزنم. بعدم نبود تو هم یکم پیش پسرا میشستی و شبیه خواجه حرامسرا همش پیش دخترا بودی، اونا رو هم معذب میکردی. خایمالی شیرازی هم نکن، شیرازی ها رفیق کونی ندارن. آره باید تو به بزرگت بگو بیا. طبق بیانیه‌ای که شیرازیای عزیز و دوست داشتنی دادن اعلام کردن که این یه فقره رو گردن نمیگیرن. به نظرم تو خودتو به شیرازی‌ها نچسبون. مقصد نهاییت نمیدونم ترکیه است، دبی، مسکو. ببینی تا کجا میتونی پول در بیاری، کجا بری بمونی، یه جای دور بمون. ببین دور
خیلی دور. البته که حسم میگه با اون داستان صیغه‌ای که راه انداختی دوست داشتی خودتو یه جای شیرین نشون بدی که موقع برگشت و فلان و این داستانا. ویدیوی بعدی کامل میخوام بپردازم به این داستان صیغه. با یکی دو نفرم سرشاخ نشدی، با همه داری میجنگی. با این احسان بچه چی کار داری؟ الان دارم بهتون میگم قبل از هر چیزی من دوست دارم فقط موضعش رو راجع به خودم بدونم. شما همتون چرا به احسان داره؟ آقا مگه به احسان ربطی نداره؟ مگه خودش نمیگه اون ویدیو رو برای من بفرست؟ مثلا نمیدونم کدوم قسمت رو میگی. دروغ آفرین، احسان باید بیاد این موضوع رو توضیح بده. علی چرا نمیای بهش بگی برو قهوه‌مو بیار؟ میاد میگه یلدا آدمی نیست که فکر نکرده حرفی بزنه. میگه شاید همینجوری از زبونش پریده. دارم میگم که نه، 2-3 دفعه گفت. میگه خب دیگه پس فکر میکنه، فکر کرده گفته. خب این وقتی اینجوری میگه، اگر که منظورش این باشه که حق با یلداه، من همونجا یقه احسانو میگرفتم. توی بی‌شخصیتی و وحشی بودنت که اصلا شکی نیست. کارگردان برنامه درخواست داریم که علی رو وارد برنامه بکنه. ظاهرا احسان اومد از یلدا طرفداری کرده، مهیار هم سریعا اومده توپیده بهش که باید بیای جواب بدی چرا این حرفا رو زد. بچه‌م بدو اومد داره جواب میده. اصلا دوست ندارم راجع به چیزا دخالت کنم یا استوری بذارم، ولی خب به هر حال گفتم یه توضیح ریزی بدم. من نه حرف کسی رو تایید کردم، نه تکذیب کردم و نه دخالت تو اون رابطه داشتم. یه حرفی بین آقا مهیار و یلدا رد و بدل شد که من اونجا فقط پرسیدم. یه رابطه‌ای بوده و تو اون برنامه اتفاقایی افتاده که بین اون دو طرف. اصلا اینکه من شدم آدمی که با بیام موضوع مشخص کنم، نه، اصلا به من ربطی نداره. اینکه من حرف کسی رو تایید کردم و تکذیب کنم، نه، من فقط یه صحبتی کردم تموم شد و رفت. اصلا منظور خاصی نداشت. چت آروم بگی. به نظر من بچه‌ها همشون باید بیان یهو بزنن اینو بلاکش بکنن. هر چی اومد حاشیه درست بکنه و دعوا را بندازه، هر چی حرف زد اصلا محلش نذارن. اینجوری قشنگ تو نطفه خفه میشه. اومده نشسته از قسمت اول کوچولو داره فیلمو نگاه میکنه، نکته برداری میکنه که یکی یکی بچه‌ها رو بیاد به سلابه بکشه و جواب بخواد. بچه‌ها ببینید من دفتر گذاشتم اینجا که نکته به نکته رو براتون بگم که چیزی از قلم نمونه. نگاه پیج اینستاگرامی نکنید. نگاه نوشتم احسان روز قبل برنامه توی هتل خبر داشت که کدوم دختر میاد. برو بریم بزن دقیقه 58 بزن. میخوام اولین دروغ آقای جاوید رو براتون رو کنم. و در این هنگام چهره دانیال میاد جلوی چشم که میگه سوسک. واقعا سوسکی بیش نیستی. من برم یه چیزی بخورم، یه ذره انرژیمو جمع کنم، بریم سراغ داستان صیغه. من سر این داستانه دیگه جامه دریدندی، انان گسیختندی و سر به بیابان گذاشتندی. یعنی قشنگ دیگه به اینجام رسیده. آخه اینجام رسیده. ما تا چی من رفتیم تو گل. پس اگه چندین رو سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنید، اون زنگوله کنارش رو بزنید، همراه من باشید، منو تنها نذارید. کلی ماچ به لپتون و تو ویدیوهای بعدی میبینمتون.